فکت و 90-95% از دختران نمیدونن. همشون هم سوال میکنن که چرا آقا پسرا میگن ما نچرال و ساده دوست داریم، آخرش همش با این پلنگ ملنگا میبینیمشون. به اون پسری که مثلا با این پلنگا میبینی، خب پسر دختربازیه دیگه، در این که بحثی نیست. این پسر میاد میگه آقا من اگه دختر ساده رو بخوام مخ بزنم، از اون کاری که میخوام بکنم از وجدان میگیرم و حوصله‌شو ندارم، باید تایم بذارم. خب پلنگه مثل چی میمونه؟ پلنگه مثل یک کالایی میمونه که 90% آف خورده. به چراغ سبزی هم روش هست که آقا تو میتونی اینو بخری. شما 10% مبلغ 100% کالا رو به دست میاری. پس براشون راحت تره. این خب با اینا اشغال میکنیم، ولی در آخر میره اون نچرال رو میگیره. اینو مطمئن باش. حالا پلنگا اینجا چی میشن؟ پلنگه میگه من 20 تا پسر اومد با من کارش کرد، اشغالش کرد، رفت، هیچ کی منو گردن نگرفت. همه این پسر خفنش کدوم منو گردن نگرفتن، من چیکار کنم؟ میره اون پسر ساده رو پیدا میکنه. پسر ساده که دختر بازی نکرده، نمیدونه اصلا داستان چیه، نمیدونه گذشته این چیه. دخترم راحت سوارش میشه چون بلده. زندگی جفتشون هم به خوشی تموم میشه. درسته؟